دوستان سلام، من مهدی هستم و اینجا زوم ارز. امروز با هم بازی ترین ماینر که یک مینی اپیه که خب همستر معرفیش کرده رو بازی کنیم و خب اون کدی رو به دست بیاریم که قراره کلیدش رو در نهایت بهمون بده. اکسپت رو میزنم چون قوانینش رو باید بپذیرم و منتظر میمونم که لود بشه. تا این لود میشه من یه اشاره کنم که بعد دوباره باید خواهنو بپذیرم. اشاره کنم که من بازی چنکیو و کلون آرمی هم بررسی کردم، میتونید ویدیو اونا هم ببینید و بهم میگه که احتمالا باید هولد کنم و اینجوری درخت احتمالا داره چوب جمع میکنه از درخت ها و حالا میبینید که بهم میگه که این گزینه رو باید اد بزنم، مرج بزنم که یک واگن جدید اضافه بشه. کمی کار کردم و دوباره باید هولد رو بردارم تا چوب بیشتری به دست بیارم. این گوشه تصویر داره بهم میگه که واگن‌ها کی داره پر میشه و مخزنشون چقدره و احتمالا بعد از تموم شدن اون وایسه از حرکت و درست شدیم ماکسیموم و الان سکه جدید به اسم خب من الان لول 1 هم و بسید از این سکه ها میتونم لول اپ کنم. خودم ببینید که لول 1 اضافه شد به انتهای این و سرعتش میتونم افزایش بدم چون الان 3000 تا بودن 4000 سکه دارم. سرعتش هم بالا میبرم، لول اپ میکنم سرعتش رو و گنجایشش هم میتونم افزایش بدم. الان گنجایشش رو افزایش دادم و خب دیگه پول دیگه ندارم، باید دوباره صبر کنم که سکه بیشتر جمع کنم برای قطع درختان و فکر میکنم اون همستر گوشه تصویر هر وقت به اون برسم بتونم کد رو بگیرم. این همستری که اینجا لای درخت هستیم و خب الان دوباره یه خورده باید بازی کنم تا سکه دست بیارم. خب میگه که ویدیو ببین 3 برابر حساب شه برات. من این کارو نمی کنم و بهم میگه که میتونی دوتا اون لول 1 رو با هم مرج کنی. من این کارو میکنم و حالا لول 2 ها رو میتونم مرج کنم و بله رفتم لول 3 و اجازه بدید که یه خورده بازم لول اپ کنم و شروع کنم به حرکت. من ویدیو رو اینجا قطع کنم که ویدیو طولانی نشه. به همستره که رسیدم ویدیو رو دوباره پلی میکنم. خب دیگه فکر کنم به همستره رسیدم. بله الان اگر یه دونه روش بزنم خب 3 تا بعد از این همستر رو در بیارم که کلید کد کلید رو بهم بدن که من یکی الان در آوردم و بعد همسترهایی که گوشی تصویر هستن رو دوباره به دست بیارم. 2 تا دیگه که بتونم کد رو بگیرم. من ویدیو رو دوباره قطع میکنم تا اون 2 تا همستر هم بتونم به دست بیارم. دوستان من تازه تونستم 3 تا همستر رو بگیرم و کد رو برام آزاد کنم. فقط قبلش من یادم رفته بود صداشو آف کنم و خدا کنه حالا تو ویدیو اذیتتون نکنه. میزنم روی این بخش و خب کد رو بهم داده. من کد رو کپی میکنم برمیگردم به بازی همستر و خب حالا میخوام اقدام کنم برای آزادسازیش و با موفقیت انجام شد. دوستان یه انتقادی نسبت به این بازی هست چون خب خیلی طول میکشه. بعضی از این همسترها رو خیلی دور از دسترس گذاشته بودن که بخوام حالا بگیریمش و این باعث میشه که خب یه کسی که کارمنده یا کارگر باشه خیلی سخت بشه بخواد این بازی رو به دست بیاره و از اونور احتمال خیلی زیاد این کلیدها خیلی زیاد تاثیرگذار هستن تو و خب یه تبلیغ ناگهانی هم نشون داد بهم. در کل ولی سعی کنید اگر میتونید کلیدها رو بگیرید تا اونجا که توانتون هست چون که خب خیلی زیاد خودشون گفتن تاثیرگذار دیگه. کاربرای فعال و غیر فعال رو دارن اینجوری جدا میکنن. البته این شعارشونه بیشتر به نظر میاد که به فکر جیب خودشون واسه اینکه این بازی رو دارن تبلیغ میکنن و قطعا این بازی شرکتی که این بازی رو ساخته یه پول خیلی خوبی به بازی همستر داده که تبلیغش کنن. باز هم اگر سوالی براتون پیش اومد آدرس کانالمون تو کپشن هست، میتونید بیاید اونجا و آیدی من اونجا بردارید و به صورت مستقیم خودم پیام بدید. مرسی که منو همراهی کردید. خدا نگهدار.